میاد صداش. الان فعلا قطع شد. سلام ستون، امیدوارم که خوب باشید. جونا سلام، سهرابم. باید اشن دیگه مهمون نگاه های زیباتون. صدای سنگچرخ میاد، ببخشید. همش ساختمون سازی اطراف خونه بود. من معذرت میخوام ازتون. باید اشن دیگه مهمون نگاه های زیباتون هستیم. یه ویدیو هم امروز توی سولی وایب میاد. چنل سولی وایب هم از دست ندید، توی دیسکریپشن هست آدرسش و اونجا میتونید که سر بزنید و داشته باشید. چه خبر جونا؟ خوبید؟ من سهرابم، به بهونه ریاکشن میام اینجا تا موزیکای داغ رپ فارسی مثل دو تا رفیق با هم دیگه گوش کنیم. امروز با چی اینجاییم؟ با اجرای سینجیم در آزمایشگاه. 4 دقیقه و 10 ثانیه هم هست. 4 دقیقه و 10 ثانیه اجرا میکنه، پشمام. سریع میرم کست رو میخونم، اصلا وقتتون رو نمیگیرم. سینجیم آزمایشگاه سیزن 3، پرودوسر اشکاناکای، اگزیکیوتیو پرودوسر شیدی ایکس گرام، ساوند امزد، ساوند انجینیر ساوند امزد، بیت پرودوسر سینجیم، سینت 808، آره سینت 8088، شف بیتس، مودی فلیم و ساکسوری فلیم، نمیدونم سیکسوری فلیمز، نمیدونم، ببخشید ستون من نمیتونم اسمتو بخونم، معذرت میخوام. ادیتم ادیتم سپ ایکس، نمیدونم، وای خدا 3D کچلی، وای کاور هم فوتو امیرعلی DSZ، دیستریبیوتر منیجر آردا، پابلیش منیجر امیر وایرس، اسپیشال تانکس تو تهران ملودی، داک وارز، علی نودیس، مهراج ناجی و محبود احتمالاً. ببخشید اگه اسماتون اشتباه خوندم، خیلی سخت بود اسماتون سوزونم. خب بریم که داشته باشیم. اجرای سینجیمو هدفون رو باید در این مرحله بذارم و 4 دقیقه و 10 ثانیه بریم اجرای آزمایشگاه سینجیمو داشته باشیم. لیتس گو. یو اومدیم با آزمایشگاه سینجیم. یو آزمایشگاه. یو یه صدای یکی از دوربینا آن بوده، اون زیر هست صدای دوربین. 2 تا صدا پلی میشه. یو اومدیم با آزمایشگاه سینجیم. یو آزمایشگاه. ایو سینجیم عشق من. آریکالا تی شد واسه مخته سینجیم بی تو رو جا پخته سویت چیزه چقدر کله بود این چیه چرا انقدر داره سرفه لبیس نخون که ای تو میکوبه الان خوبه کارم بعد خوامم میدونه میزونه همه چی میزونه بچه مثل چین و ویزونه سیپ شلوارشو کشیدم پایین دالی هلو کیتی خسکر دختر کار آخرم و شنیده با ستونم بزولینی برات دا فکر بزولینی دختر سیپ شلوارشو کشیدم پایین دالی هلو کیتی خسکر دختر کار آخرم و شنیده با ستونم بزولینی برات دا فکر گوس میریزم ولی خودم میرم بالای 1.5 اینا که برات تعریف کنم داشتم زندگی نامم استورینی رفیقم روزانه داستان نیست واقعیه همیشه میخوره خودی دراک شده بود واسش تو رگی تصویر میزدیم تو فقط صوتی چی میگی ستون اینجا اکتات اشتباه بود. چی شد؟ گفت آدم میخور فقط از خودی میزد تورگی. ستون بکنم ما برعکس میگفت اینجا شد. نامم استورینی رفیقم روزان اکس دادی آدم همیشه میخوره خودی دراک شده بود واسش تو رگی تصویر میزدیم تو فقط صوتی چی میگی پلش چیا دیدی چاقا بیا رو دروشو بسته کری زدم زیر چه خیالی میفلکس کوکنه که لفظ تونی داشت نیست تازه کار ترا ناشنان با هم کاسه باش من که الان اینجام اینجا میتونه تیکه به اون باشه، میگه فقط لفظ تونی. نشم تازه شانس آها میگه لفظ تو نیست اصلا. باش من که الانی داداشت نیست تازه کار ترا ناشنان با هم کاسه باش من که الان
2 بار کشیدم عقب و کم کشیدم، ببخشید. یا دیدی چاقا بیا رو دروشو بسته کلی زدم زیر چه خیالی میفلکس کوکنه که لفظ تونی داداشت نیست تازه کار ترا ناشنان بام کاسه باش من که الان اینجام نشتم تازه شانس خاک بچه های لالزار شم رو میکشم واسه داشت دادم بعضی واسم مثل خانوادم اینو خیابونا داده یادم اینو خیابونا داده یادم جنده خیلی ها با مرام تره اینو خیابونا داده یادم جوری زندگی کن انگا بار آخره خیابونا داده یادم فلکسشو میکنم که یادشون نره بار آخره خیلی ها با مرام تره اینو خیابونا داده یادم جوری زندگی کن انگا بار آخره اینو خیابونا داده یادم فلکسشو میکنم که یادشون نره اینجا واسه لانگ داندا پیشن موندمه رپ شد واسم عقده فیم شد واسم عقده وقتی پول نبود داشتم عرضه هاسلر تقدیرش برده کش مهم نی مهم سورسه یه چی خیلی زدم فرسه هیچی نبود فقط داشتم عرضه هاسلر تقدیرش برده ایو یو آزمایشگاه ای بیت سویت شد. وای چی؟ به ما این نیمه خواهی است ویو فکر نزن زایی است فنم منو میپرستن اینا ورس نیایی است دختره میگه باید به چه نکته اشاره کرد سینجیم. خیلی ها ویو فیک دارن. ستونا خیلی ها ویو فیک دارن. به این ویو ها زیاد اعتماد نکنید. به ما اینی بخوایی است ویو فکر نزن زایی است فنم منو میپرستن اینا ورس نیایی است دختره میگه بایم تیریسا من پایم چه استریوتایپ ولی مدل خودم تایپش چه کنم وایسا بابا تیریسا من پایم چه استریوتایپ شمالی بودن هم زد بالا. واه یه سورپرایز شدم. دختره میگه بایم جامپو چه استریوتایپ ولی مدل خودم تایپش باید چه کنم وایبش حتی شک دارم به سایم بهم بگو راستشو برنامه ستاپه یا نه اصلا ندارم حالشو زیادی ستاپر افتاد چشم تیره تارم باز یکی پیچیده لاغر اصلا ندارم حالشو پاس میدم رفیقم ویدو که زدم زیرش دافر رو میگم چاقل دوبار نبزم رفت و تشو دیدم ویدو که زدم زیرش دافر رو میگم ویدو که زدم زیرش دافر رو میگم چاقل دوبار نبزم رفت میدم تم پارم چشم تیره تارم باز یکی پیچیده لاغر اصلا ندارم حالشو پاس میدم رفیقم ویدو که زدم زیرش دافر رو آها دختره رو پاس داده به رفیقش میگم چاقل دوبار نبزم رفت و تشو دیدم رفیقم پشت صد خنجر سر شده سینم من میگم سینجیم خوبه شما میگید نه دیزنی شل بگیری اوی میکنن ریز مدرسه همش ازم میخواستن یه گویشم مگه همش میکردن در گوشم ویز رپ شد واسم عقده فیم شد واسم عقده وقتی پول نبود داشتم عرضه هاسلر تقدیرش برده کش مهم نی مهم سورسه یه چی خرید زدم فرسه هیچی نبود فقط داشتم عرضه هاسلر تقدیرش برده ای آزمایشگاه یو آزمایشگاه لایک کنید ساب کنید بیلک و کامنت و این داستانا. یکی دو روز دیگه هم گفتگو با سپهر میاد. تمام یو عشق سپهر خفن. خیلی خب بچه ها لینک هم میذارم توی دیسکریپشن، حتما برید آزمایشگاه که دیگه اصلا نیاز به معرفی نداره. خفن ترین اجراهای رپ فارسی و بچه ها میرن تو آزمایشگاه انجام میدن. نه چرا آزمایشگاه شده جایی برای عرض اندام، یعنی رپره برای خودش، بعضی از رپرها برای خودشون اونجا انقدر خوب اجرا نمیکنن و تو چنل خودشون، ولی میرن اونجا یه چیزی اجرا میکنن، یه کاری میکنن که پشمای آدم میرزه. خیلی خوب، عجب چیزی بود، چه اجرایی کرد سینجیم، مو به تنم سیخ شد. خیلی خوب بود پسر، خیلی خوب بود. همین چیزی ندارم خودش شده برای گفتن. سینجیم باید قله‌های رپ فارسی رو ببینه. به نظر من صدها هزار بار گفتم سینجیم واقعا لیاقتشو داره و کم داره بهش توجه میشه به نظر من. البته این مقدار مارکتینگش هم هست که الان امیر وایرس داره جدیدن مارکتینگ های خفنی انجام میده و کارو در میاره به قول گفتنی.
همین چیزی ندارم برای گفتن. دوستتون دارم زیاد. اینو خیلی میتونم بگم، همیشه میتونم اینو بگم. دوستتون دارم زیاد. من سهراب به بهونه ریاکشن میام تا موزیکای رپ فارسی و مثل دو تا رفیق با هم گوش کنیم. خیلی مخلصم. مراقب خودتون باشید. فعلا.